الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه قبول دعا، ماه قبول طاعتها. دوستان گرامی قدر، یک حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ماه مبارک بر تمام امت بشارت می‌دهند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. در این حدیث گوهربار پیامبر رحمت برای من و شما دوستان گرامی بشارت می دهد که روز قیامت روزه می گوید که ای پروردگار من، این بنده تو را که در دنیا روزه گرفت، من از طعام و از شهوت منع ساختم، شفاعت مرا قبول بکن و این بنده را داخل جنتت بگردان. به همین معنا روزه شفاعت کننده می شود برای این نفری که در این دنیا قیمت این روزه را دانست و روزه داشت. و این چنین دوستان گرامی، قرآن در آن روز از خداوند درخواست می کند که بارا الها، ای پروردگار من، این بنده تو را من از خواب منع ساختم و شبها تهجد خوان، تراویح خوان در شبهای رمضان، پس شفاعت مرا بر این بندت قبول بفرما. و بشارت بزرگ اینجاست که خداوند درخواست هر دو این روزه و قرآن را قبول می کند. دوستان گرامی قدر، به همه من و شما معلوم است که روز قیامت چگونه یک روز سخت است. الله مهربان می فرماید: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. صدق الله العظیم. روز قیامت روز است که برادر از برادر فرار می کند، می گریزد، و این چنین فرزند از پدر و مادر فرار می کند و پدر و مادر باشند از فرزند می گریزند و حتی شوهر از زن. یعنی هیچ نفر در آن روز نفر دیگر را دستگیری کرده نمی تواند و هر یک نفر درد خود را دارد و تا آن درجه آن روز روز گرماست، روز سخت است که انسانها در پهلوی خود بوده را نمی دانند، وقت و زمان هم ندارند که به پهلوی خود نگریسته باشند و همه چشم به امید اینند، چشم براهند که الله مهربان نامه اعمال آنها را به دست راست می دهد یا به دست چپ. در آن روز سخت دوستان گرامی، برای ما الله مهربان چند شفاعت کننده را ارزانی داشته است و می توانیم که همین شفاعت کننده ها را در این دنیا ما به دست بیاوریم، که این حدیث پیامبر بیانگر این است که می توانیم در این دنیا یکی روزه، یکی قرآن، اگر این دو را ما قدردانی کردیم، روزه را به خاطر خداوند گرفتیم، نه تنها روزه این که گرسنگی باشد و تشنگی، بلکه هر یک عضو بدن ما باید روزه گرفته باشد. چشم هم روزه دارد که به سوی حرام ننگرد، گوش هم روزه دارد که حرام را نشنود، و این چنین زبان هم روزه دارد که غیبت نکند، بلکه ذکر خداوند را کند، قرآن تلاوت کند. و هر یک اعضای دیگر ما به خاطر چیزی آفریده شده اند و اگر ما به این اعضای خود روزه گرفتیم و همچنین به
نخوردن و نآشامیدن در آن روز خداوند همین روزه ما را درخواستش را قبول می کند و روزه ما شفیع ما می گردد. و این است دوستان عزیز که چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هر یک عضو بدن من و شما برای چیزی آفریده شده است که باید در راه خدا صرف کرده شود. و چیزی دیگر، نعمت دیگر که نعمت قرآن است. اگر ما این کتاب الهی را شناختیم و امر و نهی این قرآن را دانستیم، از این کتاب با خبر شدیم و وقتی که قرآن را در این ماه میخوانیم با تدبر بخوانیم و کوشش کنیم که دانسته باشیم که در این کتاب چی وجود دارد، در این کتاب چی پیامی هست بر مسلمان ها، بر هر یک بنده مسلمان، و به این عمل کرده باشیم، الله مهربان روز قیامت همین قرآن را شفیع ما میگرداند. پس دوستان عزیز، این فرصت را از دست ندهیم و این دو نعمتی را که پیامبر رحمت برای ما وعده کردند، برای ما پیشنهاد است، برای ما آسانی است که حالا وقت داریم، زمان داریم، این دو نعمت را قدردانی کنیم تا روز قیامت در آن روز سخت دستگیر من و شما باشند. الله مهربان را باز هم دعا کنیم که خداوند برای ما توفیق عنایت بفرماید که روزه این ماه مبارک را به درستی، به طاعت و عبادت روزه گرفته باشیم و این چنین قرآن الهی را به درستی و با تدبر خوانده باشیم تا روز قیامت برای ما دستگیر باشند. والحمد لله رب العالمین.